امروز قراره گیم بزنیم. امروز قرار بازی‌های مختلف انجام بدیم. مجموع امتیاز هر کس که بیشتر شد اون برنده مسابقه است. بازنده مجازات میشه. مهوار بریم آقا. بریم. اولین بازی چی بود؟ مورتال کامبت. ماشاءالله. من نمیدونم چجوری این کارو میکنم. ستاره میشی. ماشاءالله. وای دیگه کار دیگه میبینم جلو نمیاد. بابا خب بیا عزیزم. اینو دیگه اصلا بلد نیست. منم فقط زبده رو مربع داره خیلی واسه خب رضوان تو آبی من زرد. مربع شکلی که دیگه رو بکنن که من رو رضوان تو بازی. وای خیلی خوبه. من بچه رضوان خانم باختی. اولش نمیدونم بازی دیدی اولش افتادیم رو هم. اصلا بگیرید شو ابرفر. وای دارم میبینم. کی برد؟ آره من افتادم. افتادنی هم هست. خاله بچه مردی اول من باختم. هر جفت مردی. خیلی خوبه. بازم من باختم. من دارم فرار میکنم. بمون اگر مردی بیا. با رضوانه تبدیل شد. پرنده شدم. کدوم مربع بزن مربع؟ خب به منم بگی. خب میزنی آخه مربع زبده مربع شلیکه زبده خب من دیگه شلیکم. آها چه تیرش بهم نمیخوره. وای برو اون بر. وای ای وای برو اون بر. برو خونتون. چرا من پرنده هم مهتاب رو زمین؟ به خاطر اینکه یه چیزی اومد تو گرفتی اونو. سمت پایین که نداره مربع میبره نه باختی رضوان خانم. خیلی خوب بود. من تاج بر سر نهادم. توفنگ. با مهتاب اشتباه میگیرم. من حباب داشتم. آخه با هم رفتیم تو حباب. وای نباید بیافتیم. بده اسنار بده. خیلی بازیش خنده داره. رو بردار آها آخه تاج گذاشت. دوستم تاج گذاری کرد. رضوان جان بخورش که ضربه. آها رضوان فلالس. بریم. منو انداخت بیرون. آقا مواد مسابقه من اینجوری بلد نیستم. گدازه خورد. من حالیم نمیشه. رضوان گدازه خورد. وای نزن منو. اوه من پرت شدم بچه. چی شد؟ کدوممون مرد؟ من افتادم با دست خالی. خیلی دوریم. باری کلا برو اصلا برو. فقط دارم. ای خدا قبول کنه از ما. من دوریم. همون بهتر که تو دوری. نخورید بهش وای من رضوان بخور. دروغ میگه. اون مذاب با بخوریش. بپر دیگه بچه. آقا کاملی چجوری میره بالا؟ میخوام همین کارو بکنم. آها اوه مردم چه پرشی. سلام. بده من. اون مال منه. ایزی بردارش دیگه. میدونی من زرد
نما نداره. یکی میره اون اسلحه رو بره. آها اسلحه بابا ولش کن مهتاب. حال میده. ولش کن ارزش ندیدی هیچ نمایی داره دوستم ست کردی با تاجه. بیا آخه من افتادم. من دارم میرم. منو نداری من اونجوری داشتم بیام. وای منو از سر میگیرم. بازی. وای مهتاب نیزه رضوان دو. مهتاب چی شد؟ مهتاب افتاد. مهتاب بیا برف بازی. Yellow is the lead. Yellow is the lead. ستاره میشی. بردم. هم شد؟ Yellow. خب بریم. یا رود نیله بریم رود نیل. بریم. رضوان تو نمیخوای عوض کنی؟ دارم میبینم یه دونه دیگه خوشم اومده بود. اسپید 150 از این هم خوشم اومده. من دارم نگاه میکنم. این چیه بچه ها؟ این کسی میشناسه؟ نیسان اون انزو. بلش کن اوه، همون چقدر قرمز خفنه. خودم. جواب خوش دست میگم بود. به ترکیب تاپ برنده اسپیدش دست 217 خب. زدم. بیا. هورا مصر اومدیم ایجپت. رضوان خانم مسابقه دو یوتیوبر برتر ایران رو وان. در کنار رود باستانی نیل. بله اون یکی یوتیوبر شروع نمیکنه. چرا نمیره اصلا ماشین؟ آره راه نمیره چرا بچه ها به اون صورت. من پایین نیستم مگه؟ آره آها اشتباه زده بودم. باتری. آره برو تو سطح آشغال رضوان خان. بله و رضوان خانم از بازی جا میمونه و سنه خارج میشه. و از کاد پس کات خارج میشه. آقای تاکسی. آی تاکسی بزن تاکسی رو له کن. تاکسی خیلی ما رو اذیت می‌کنه. امین داری گزارش میکنی؟ امین داره معضلات اجتماعی رو بررسی میکنه. همین ابجکشن نیست محماله. مهتاب تیر انداخت ماشینش به سمت من. وای اون دوست من جا بره منم میرم. کجایی ما؟ من اینجا پشت شدم رضوان مهتاب. بزن بهش از تصویر خارج شه. خودت هم تصویر خارج نشد. رضوان خودش از تصویر خارج شد. آره بزن مردم رو له کن. مردم از کاسبی بنداز. گفتش رو اعتقاد به لیتر زدن نداره. نداریم امین جوس ما نداریم آقا. جوس نداریم آقا. فیر بازی میکنه. نمیتونیم بگیریم اونا رو. همین آقا پره آقا همیشه لیترو تو پره. مال من خالیه. الان خالی. مال من خالی عزیزم. نفس نداره. جان نداره ماشین. آی ببخشید به خدا قصدی نداشتم. اوکی نمیخواستم بزنم دستم خورد. مهتاب جان متوجه بشو که اینجا دشمن اصلا دیگه یه جوری زده من گیجم. 10% بوده تا پایان مسیر. کل مسیر مهتاب جلو بود. الان داره بچه من با نامردی بردم. مهتاب طرف مغزی شد. آقا یه دور دیگه بازی کنیم. من ناخواسته به دوستم آسیب زدم. با بدترین یک دسته شکل ممکن بازی رو برد. جالب بوده. خب همین یا نه؟ نه دیگه برد دیگه. رضوانه رضوان برد. آره. چیز دیگه چندیم الان؟ یک خب بازی بازی یک. یک صحنه اشاره می‌کنن یک یک آقا من همینم میرسیدم کنم. خب بیایم بازی کنیم. بیا برو خونتون با سابقه 60 سال رانندگی راه نمیره اصلا آقا. 10 دقیقه زودتر از تو پایان رو دیدم. من الان یه دور دیگه زدم. رضوان خانم جان که شماییم. الان وقت مورتال کامبته. رضوان خانم دنبال سیاه‌پوست الان میگرده. دومی رو باید بگیرم یا نه؟ الان باید دومی رو بگیریم. اوفه
حاج خانوم چیز؟ آی چقدر زیرش زشته. چقدر زیرش زشت. آه من دارم عقب میکشم. آها دفاع کرد رضوان خانوم. یاد گرفتم بهم گفتی کدومه. باز بیلبیل آوردی وسط. آقای بیلبیل لیزری. تو چقدر از این ور اون ور میری یهو؟ آره من نمیدونم. اوه اوه اوه. وای وای وای. بزن دیگه دخترک. اوه. اوه. دورجی. آها جرس بده از وسط. دوف. چشمو نابود کرد. خب وای خونی I am شدم. the hunter. کم حالا وحشتناک بود قیافه چیزم. آقا من نمیدونم این بحثا چقدر جهات مختلف میاد. اینا چرا همه با هم درگیر شدن؟ بزن دختر چقدر تو سوسولی. من بودم بیشتر فایت میکردم اونجا الان. تو یوگی نباید فایت کنی. راست میگی؟ وای وای. من خیلی دارم میبازم. خیلی این سری از پست خوردی. هر دفعه ازیستم. مردم. تو منو گوش اینا به درد نخورن زانه. این شخصیت قبلا هم تو باش اسموک. آنیا آره جان با همون آقای معروف. منم با سیگار جوجو. آره داداش این مقدار ما نروسیم به نظرم ما نروسیم. آدم آرومیه. بازی 1 2 فایت. این ور اون ور هی میره من وحشتناک میشه برام. اوه تانیا جان. آدم رفت بعدم گفت کدوم دفاع میکنه. اوی گردنم جوجی بارچی شدم بچه ها. بزن دیگه این بیلبیلش خوب. بازه بطرگنه زن دوش. اوی آقا مینس تو فقط. تانیای منم رفت تو چشم. راوند 2. بزن تانیا جان بزن مامان جان. این آقای چرا دیگه چش قرمزی نمیشه؟ اوه چاقو میزنه اینم. چرا دفاع نمی‌کنی؟ برو جلو. جلو نمیره. چجوری دفاع منو باز میکنه؟ آشقاری. نمیتونه خودش دفاع کنه. این بزرگترشو میاره. بارتو چرا خودزنی هم میکنه من خیلی بد کتک خورده. تو کتک نخوری من خوردم. من نمیدونم چرا فلش هم میزنم. الان دارم هی فلش میزنم بزنه. وای وای وای. اوی من ترکوندم.
بچه از اینایی زد اوی بازی حساسه. آخته فینیشینگ خیلی دست گفت عجیبه تمومش کردی ممنون تانیا جان ببخش بهت خیالت کردم دست عزیزم یکی یکی؟ یک بوره. یک این دست حالا اکبر رو برده یا نه رفته؟ تا 3 نگرفتم تانیا یه خال روی سینه هاش داره چیزای خوشگلی داریم فایت میکنیم زخم من فکر داریم یه چیزای خوشگلی خال داره وای این دورجی بارجینیه بچه ها این دست تانیای من تانیای قصه من چرا دفاع ندارم چه لباس سفیدی پوشید آقا گنده او الان وای 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 میاد نمیدونم کدوم میزنم اینجور بکنم شانسی میزنم آها کنشی رفت یارم رفت بیرون بچه سفید روش رفت آقا کچله ترس مردانه کرد خیلی زایه دفاعمو از دست دادم چاقو خارو دوش گردن داره هیچ که سر تانیای من رو نبریده بود نوکرم از تانیا داره خون میپاشه آقا کچله فرار کرد 2-1 من تانیا آقا رو عوض میکنم احساس میکنم این چشش نور میداد نیست اسکورپیون تقریبا کمک خاصی بهم نکرد ولی اوکی بزن تانیا جان برو این همش یخ میندازه دور دست به تانیا دست باز شد دست به دست شد آی آبو خیلی آدم دومم بی خوده بچه ها به دردم نمیخوره فقط برای دست به دست وای وای علی عبین شروعه؟ من داشتم چوب میخوردم گل را نجوری زده خواهد اگرام مردم رفته اون تو خود کرده آی چرا با پای خودم اومدم سمتش آها چه عجب اسکورپیون تشریفش آورد بزن پدر برو بیا جلو بیا به من دیگه بیا من منو میزنه من اومدم ولی تو منو زدی خیلی بدبختم من اونو درخواست نداده بودم اونو درخواست نداده این بچه های دکمهاش اشتباهی میشه دفاع کن گبج الان گفت بیا اینجوری تو چیز میکنی تخت میزنی ببین همینجوری میتونه منو بکشه وای ببین آقا میگم ببین چقدر جون خوردی وای تانیا جان 2-2 چجوری میشه این بازی رو یکی ببر بیار پایین رضا یکی ببره چه مثلا چجوری تو باختی یعنی گیمرها در این بازی این ویدیو رو اگر ببینن یعنی فوشی که من و تو میخوری این چه حرکتی میزنه چوب خورده آره نمیذاره بزنم واقعا نمیذاره آتش زدی تمام بدنم آتش زد نیزه کرد تو گلوم
من خیلی بدبختم بچه ها. وای ما اینجا داریم فایت میکنیم، اینا اینجا دارن میخورن میاشامن. تانیا خوشش میاد. خاله تو بده ببینم تانیا جان. دلتی چیه؟ همین تانیا ده که نرسید بهش. متشکرم. فایت. واه چقدر شده بود. ستاره میشی. نه آخه کلن بازی رو بردم و تو باید مجازات بشی الان. نه آره قبول نیست. دست بعد بردم، قبل بردم اینم بردم. منم تاج گذاری کرده بودم. خب من جلو بودم اونا. یه جا هم مجازات ماشین هم بشی. بردی؟ ماشین رو تو بردی دیگه. 4 یه دست باختم. اشکال نداره مجازات چی؟ رضوان خانم قرار مجازات بشه. رضوان قرار کهیر بزنی. کهیر من تو زندگی. بعد بری سوپرمارکت الان یه شیشه سس گلوریا بخری. یه شیشه سس حالا همه رو نمیخواد بخوری. آقا یعنی چی؟ بعد در مجازات سس گلوریا این بخوری. تلافی اون عرق بیدمشک است. اگر ویدیوهای قبلی ما رو دیده باشین برو 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 تلافی برو 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 رضوان خانم. دارم میرم واقعا دارم میرم سس گلوریا بخرم بچه. گفت سس گلوریا بخر دیگه، نگفتش که مامو، نگفت کوچیک یا بزرگ که دارم ببینم چقدر. سلام خسته نباشید. نداره کوچیک نداره نداره سس گلوریای کوچیک پیدا کردم. گلوریا من یه سس گلوریای کوچیک دارم. بفرم اگه زحمت بکشید. خریدم دارم میرم پیش بچه‌ها. رضوان خانم با یه کیسه پر از این چرا سسش کوچیکه؟ رضوان نری زیر ماشین به عنوان مجازات. ببینم کوچیک خریدی؟ نه سس گلوریای سبز خریدم. اون کوچیک؟ رضوانه جانم یعنی مجازاتش درست میخوای انجام بدی؟ بهتاب جان نگاه کن ببین چند سیسی توش سسه. به قول ایمان میخوای بچکونی چشت؟ چی کنم چشم؟ بخوام بچه کنم دهنم. آخه خیلی کوچیکه، قرار بود سس گلوری بزرگ بخری. رفتم آقای گفتش که کوچیکاش با کیفیت تر تندتر. دروغی تو میگی رضوانه. آخ دروغی که تو میگی. بچه ها هم اولش گفتم سس میخوام، چقدر عجیب بود. نمیدونم گفتم من سس گلوریا میخوام. پیدا نکردی اونجا؟ چرا؟ بعد آقای گفت باشه. ببینیم به جای خندیدن باید گریه کنیم. ببینیم ببینیم من سس میخوام یالا. اونو نگه دار چون اگر که بالا آوردم به زمین تو بد نیست تو ویدیو. نه اشکال نداره، همه عقو میزنن الان تو یوتیوب فارسی، همه در حال عقو زدنن، انقدر چیزای بیخود میخورن. اشکال نداره، همه در حال مجازات شدنن. رضوان خانم شما برای شما آماده سازی میکنم اصل گلوریا گالری سید داوود بود. میخوام قلوب برید سر بکش تا ته. نوسی جان منتظریم. چقدر خوشحاله. منتظرم. خیلی خوشحاله. میخوام یه قلوب بزنم. حواس گلوریا کردم. بس میشه جان. نه خیلی نخوردیم. نه نخور. حالت بد میشه. خوشمزه. خیلی خوشمزه. حالت بد میشه. خیلی تنده. حالت بد میشه. اوف اگزمو کهیر تا صبح. ببین رفیق به این میگن تو مجازات هم پات بمونه. اینجا چه خوب بیشتر نخوردی رسانه. من اینو میریزیم این تو طریقه صحیح سس خوردن. سلامتی. نوشه جان.
که تا حالا یاد دوقدر بگیرید. ولول یاد نریخته. بگیرید هیچ وقت همتیمیاتون رو تنها نذارید. ماشاءالله امین جان، نوش جان. سنگینی شما نمیخوری فیلم وای من بازم میخوام. مثلا تو داری مجازات میشه یا دارم لذت میبرم واقعیتش. نوش جان. چی میگی؟ یه آب ریخ رو قهوه خیلی خوبه حتما دانلودش کنید. این داره فیک وای خیلی کیف میده. بوخ نزدیم. دیگه ببخشید میخوای الکی بزنم؟ من دارم میرم. الکی. امیدوارم که بازی‌های بعدی مجازاتامون همینقدر خوشمزه باشه واقعا. امیدوارم که بازی‌های بعدی مجازات نشیم دیگه. نمیشه. چرا باور نه مجازات از کردی یوتیوب خودتو؟ فارسی این یه مقدار برای من لذت بیشتر تا مجازات. نوش جان. دل بکنیم از بچه‌ها. دل بکریم. خیلی دوستتون دارم. مراقب خودتون باشین. و یادتون نره لبخند بزنید. هر کی میاد اینجا و دانش آموزای من با دیدی اینجا کمک زده حال شوخی می‌کنه. دستی یا من. واسش مهم نیست کمکی. اگر تو رو زدن که در نمیاد. آقا نفهم. زدم تو گوشه دست رو نمیدازی. ما منفی نخوریم. خب عزیز بیا شوخی دستی با هم دیگه نکنیم. نکردم.